ساده در مورد استریت لایت بهتون بگم. تنظیم زاویه نور. بهتره که نور رو از زاویه‌های مختلف امتحان کنیم تا ببینیم کدوم زاویه بهترین تاثیر رو داره. معمولاً زاویه 45 درجه از بالا یا پایین میتونه جلوه طبیعی و زیبایی به نور پردازیمون بده. بسته به اینکه چقدر نور نیاز داری میتونی شدت نورت رو تنظیم کنی. برای کارهای هنری و عکاسی نور کم ملایم‌تر و نور زیاد درخشان‌تر. اگه فیلترهای رنگی داری میتونی اونا رو روی اسپیکر نصب کنی تا افکت‌های جذاب‌تر و خاص‌تری داشته باشی. حواست باشه که نور استریت لایت مستقیم به چشم نتابه، چون ممکنه اذیت کنه و چشما توی عکس قرمز بیفته. پس بهتره نور رو به سمت دیوار یا سقف بگیری تا نور به طور غیر مستقیم منعکس بشه. امیدوارم این نکات کمکت کنه تا از نور استریت لایت بهترین استفاده رو ببری.